کشور میزبان هست که رقابت نهایی را داوری خواهد کرد. تیمور رحیموف ورزشکار شماره یک جهان با جودوگی سفید است. تیمور رحیموف که سال گذشته مدال نقره این مسابقات با نفوذ را گرفته بود. این هم مخلصان تاجیک که در محل برگزاری مسابقات با تشویق تیمور رحیموف برآمدند. تیمور رحیموف 110 رقابت در کارنامه دارد، 69 پیروزی دارد و این هم هماورد تیمور رحیموف. حریف تیمور رحیموف مارتی پومالاینن ورزشگر 26 ساله است، اهل فنلاندیا و او در کارنامه 51 رقابت دارد که 25 مرتبه پیروز شده است که 49% را تشکیل می‌دهد. تیمور رحیموف در ریتینگ فعلا شماره 1 است. همکنون اگر پیروز شود 1800 امتیاز دیگر خواهد گرفت و با این ترتیب موقعش استوارتر خواهد شد. تیمور رحیموف 3 مرتبه در برابر همین حریفش دست بالا شده است. شناخت بسیار خوب دارد از این حریفش و ببینیم آیا تجربه گذشته این بار هم درس برایش خواهد شد و آیا توانمندی آن را دارد که از همان روش‌های قبلی در برابر پومالاینن استفاده کند. سمت چپ تیمور رحیموف بسیار خطرناک خواهد بود، بسیار موفقیت آمیز برای تیمور رحیموف خواهد بود، چون اصولهای مورد نظر رو به همین سمت بسیار خوبتر اجرا میکند و پایزنی های بسیار خوبم به همین سمت دارد و با این ترتیب اصول چنگ زدن به داخل پای حریف هم بسیار ماهرانه خواهد بود. همین شیوهی که در مرحله نیمه نهایی در برابر کاگویرا کوگورو کرده بود چند مرتبه و آن باعث شد که کاگویرا 2 شیدو بگیرد و سیوم شیدو را داوران خیلی دیر داده بودند، ولی با این وجود تیمور رحیموف اجرای اصول کرد و با امتیاز کامل ایپان برنده شده بود و این بار هم ورزشگر شماره 1 دنیا میل اجرای همان اصولهای سراپا را دارد و پرتافته که در مد نظر پومالاینن بود به نتیجه. تیمور رحیموف از زمره موفق ترین ورزشگران در تاریخ جودوی کشور طی چند سال اخیر به شمار می رود و اگر در همین مسابقات ماسترز یا ستاره های دنیای جودو به نشان طلا برسد پس امید برای گرفتن مدال در مسابقات بازی های المپیک پاریس هم خواهد بود، چون اگر مشاهده کرده باشید امروز قریب تمام ستاره های دنیای جودو در مسابقات ماسترز حضور داشتند و به همین ترتیب هست که مجازاً این مسابقات را مسابقات ستاره های دنیای جودو میگویند. اگرچه بعضی ستاره نباشند ولی اسطوره هستند، در کشور خود داستان آفری کردند، تاریخ سازی کردند. موقعیت برای تیمور رحیموف و راه گریز مارتی پومالاینن راه فرار از حمله های تیمور رحیموف را بیشتر کار میگیرد. یک ورود و داور رقابت را منع میکند با دلیل کمکاری با ورزشگر فنلاندیا و همچنین با تیمور رحیموف 1 شیدو. گمان میکنم تیمور در اینجا کمکار نبود اما داور این را به قید گرفت. ولی از اینکه ورزشگر فنلاندیا در طول روز چهره های شاخص را از صد راه برداشت، از این رو اون یک ورزشگر ماهر خواهد بود. ولی از تیمور رحیموف که 3 مرتبه شکست خورده است چشمی ترس دارد. ورود و این هم حمله که صورت میگیرد یک وزری برای پومالاینن. امروز این کار را کرده بود چند مرتبه اما ما امیدوار هستیم که تیمور رحیموف جواب میگرداند. پومالاینن در رقابت های گذشته بسیار ساده از تیمور رحیموف شکست خورده بود ولی امروز به نظر می رسد که خیلی آماده است و پخته و اینجا حاضر شده.
تیمور رحیموف اکنون 1 دقیقه گذشته باقی مانده رو فقط با حمله اجرای اصول، یک پایزنی ماهرانه. 51 ثانیه دیگر ببینید که 52 ثانیه بود، باید توقف میشد در ثانیه سنج، اما فرصت هست. به هر حال امیدوار هستیم، فرصت هست. تیمور رحیموف موقعیت، راه فرار را میبینیم که پومالاینین بیشتر، ولی یک بار دیگر زیدی حمله میکند. آخرین بار در گرند اسلم باکو بود که تیمور رحیموف در برابر همین حریفش دست بالا شد با یک امتیاز کامل ایپون. 31 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. فقط به خط حمله یا هجوم توجه میکند تیمور رحیموف. ببینید چگونه راه فرار را میجوید. ثانیه های پایانی وقت اساسی، فقط هجوم و این هم یک حرکاتی جذاب. 10 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی و پومالاینین باید شیدو میدادند، اما اینجا توقف است. تیمور رحیموف یک حرکت جذاب دیگر. ثانیه های پایانی وقت اساسی، یک ورود دیگر. تیمور رحیموف خیلی خسته است، دیگر نتوانست که در یک رقابت بسیار حساس با هیجان و با اهمیت یک مدال طلای با ارزش را به دست بیارد. در این رقابت مدال طلا از مشت تیمور رحیموف درآمد، اما چی علاج؟ ورزش است. با این وجود تیمور رحیموف از این رقابت ها، از مسابقات ماسترز مدال نقره میگیرد و همچنین 1650 امتیاز. ولی ببینید چگونه گردش ایام به کام این ورزشگر می شود که 3 بار از تیمور رحیموف شکست خورده است، ولی در اینجا نمیدونم با چی دلیل بود. شاید آمادگی خوب گرفته یا همون عامل های یا همون داروهایی که نیروبخش هستند شاید استفاده کرده باشد. و در این رقابت ها ببینید زالاشویلی را از صدر راه برداشته بود و همچنین در نیمه نهایی تاتسورو را از صدر راه برداشته بود، ولی در نهایت در فینال تیمور رحیموف را شکست داد. 3 مرتبه در رقابت های گذشته از تیمور رحیموف شکست خورده است، ولی این بار بخت برایش خندید. آنچنان که گفتم ورزش دوستان عزیز در 99% قریب که پیش داوری ها اتفاق نمیافتند یا پیشگویی ها اتفاق نمیافتند. در 3 رقابت گذشته با تیمور رحیموف ناکام شده بود. در گرند اسلم ابوظبی برای مدال برنجی در مدت 2 دقیقه و 36 ثانیه از تیمور رحیموف شکست خورده بود. در گرند اسلم باکو هم با امتیاز وزر ایپون شکست خورده بود، ولی امروز ببینید که چگونه هنرنمایی کرد. در گرند اسلم تاشکند هم در رقابت های تسلی بخش از تیمور رحیموف در مدت 1 دقیقه و 7 ثانیه شکست خورده بود، ولی این بار بخت برایش خندید به تعبیر و این گونه اصولی اجرا کردش. پرتاب بالای شانه به این ترتیب بود. ورود به قسمت شانه و همچنین از دست بسیار محکم قپیده بود. یک بار دیگر از این زاویه ببینیم از دست که بسیار موفقیت آمیز قپیده بود و به این ترتیب این وزر اتفاق افتاد. اما چی علاج دوستان عزیز؟ به هر حال ورزش است. بدون برد و باخت را تصور کردن غیر امکان است. تیمور رحیموف و همچنین بهروز خواجه‌زاده در این رقابت‌های مسابقات ماسترز میان ستاره ها بسیار شایسته هنرنمایی کردند، اما از تیمور رحیموف نشان طلا امید داشتیم و به تعبیر گویم اگر این طلا از چنگ او از مشتی او افتید اشتباه نخواهد شد، چون
ورزشگری که 3 مرتبه اون رو با آسانی مغلوب کرده بود این مرتبه در